الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، هدیه دادن به کفار یا که صدقه کردن به کفار حکمش چیست؟ پیش از اینکه به این مسئله ما صحبت کنیم، باید دانیم که کافرها به دو قسم تقسیم میشن. عموم، قسم اول کافرهایی که در درون دولت اسلامی زندگی میکنند، جزیه میدهند، که امروز همین حکم وجود ندارد. امروز در همین عصر ما وجود ندارد. هزارها سال این چیز ادامه داشت، لیکن حاضر 100 سال 150 سال هست که همین چیز وجود ندارد. اگر کافرها در دولت مسلمانی زندگی کنند، جزیت یعنی به قانون قرآن و سنت زندگی کنند، در این حالت به اونها معامله کردن، به اونها اگر همسایه باشد هدیه دادن و غیره و غیره باکی ندارد، برای اینکه این کافرها در زیر دولت اسلامی زندگی کرده میشد. لیکن گفتم این چیز امروز وجود ندارد. اما دومین نمود کافر که این هم به یک چند قسم تقسیم می شود، لیکن عموم این یک قسم است که کافرهایی که در زیر دولت اسلامی زندگی نمی کنند. کافرهایی که امروز می بینیم، یهود، نصارا، مشرکا، که اینها در زیر دولت اسلامی زندگی نمی کنند. اینها خودشون دولت ها دارند، دولت های کفری زندگی می کنند. و بسیاری امروز کافرها سبحان الله کفار محارب است، به اسلام مسلمین می جنگد. در یک منطقه نجنگد، در یک منطقه دیگر می جنگد. پس ما اگر صحبت کنیم به کافرهایی که در روسیه هست، در امریکا است، در اروپا است، در خطای است، خطای ها که کمونیست است، امریکایی ها مثلا خریستیان است، یهودا مثلا در اسرائیل، یا که در روسیه روس ها که خریستیانی پروسلاو است، امریکایی کاتولیک است، اینها یا که اروپایی کاتولیک است، اینها خریستیان ها، همه این نامبر شده ها به اسلام می جنگند، به مسلمین می جنگند، شب و روز، یا به سخن، یا به نوشتن، یا به پول، یا به جان. اینها هر یک نامبر شده ها میلیاردها دلار صرف میکنند. لشکرهایش به مسلمان ها می جنگد، ناتو دارد، ناتوش به اسلام می جنگد، خودش مستقیم می جنگد، در درون دولتش می جنگد و غیره و غیره. پس این دولت ها دولت های محارب است و انسان های کافری که در درون این دولت زندگی میکرد همش محارب است. محارب چی؟ یعنی در حالت جنگ به مسلمان است، به مسلمان ها می جنگد، مسلمان کشی میکند. به این چنین نمود کافرها نیکی کردن، هدیه دادن، اگر یک ذبح کنید گوش برده دادن و به سگ این نگاه کردن و به چیز این نگاه کردن جایز نیست و حرام است. باید این چنین کافرها را باید انسان بد بیند، باید دشمنی داشته باشد نسبت این کافرها، باید بغض و عداوت داشته باشد، باید براءت داشته باشد. دلیل از کجاست؟ دلیل از قرآن و سنت است. اولا الله سبحانه و تعالی آشکار واضح میگوید: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. ای آنانی که ایمان آورده اید، دشمنان من و دشمنان خودتان را به دوستی نگیرید. به دشمنان من و به دشمنان خودتان ای مسلمان ها دوستی نکنید، مهربانی نکنید. این سخن کیست؟ سخن الله است. در قرآن عظیم الشان سخن میگه. اما امروز مسلمان ها دینشان ضعیف شد، عقیدهشان ضعیف شد، توحیدشان ضعیف شد، حقیقت اسلام را فراموش کردند. به دشمنان اسلام، به دشمنان الله، به دشمنان خودشان دوستی میکنند، اما به دوستهای واقعیشان که اهل توحید هستند، اهل ایمان هستند، یکتا پرست هستند، به خاطر الله حیات خود را بخشیدن، اونها را
دشمن حساب میکنند یا که به اونها صفتهای بدی را نسبت میدهند یا که اونها را بد میگویند و غیره و غیره. والعیاذ بالله. الله سبحانه و تعالی در آیت دیگر میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمین. ای آنانی که ایمان آوردید، یهودها و نصارا را، یعنی یهود و خریسیان نصارا، یهود و نصارا را به دوستی نگیرید، به اونها دوستی نکنید. هر کسی که از شما ای مسلمان ها به این اهل کتاب یهود و نصارا دوستی میکند، یعنی اونها را به دوستی اختیار میکند، موالات میکند. موالات این است که یعنی دوست می‌دارد اونها را مثل مسلمان ها می‌داند، به اونها بغض و عداوت ندارد، به اونها کمک میکند، نصرت میدهد، داند که این هم از جمله همون است، یعنی کافر است. الله سبحانه و تعالی در آیت دیگر میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم. ای آنانی که ایمان آوردید، به خودتون از کافرها دوست را انتخاب نکنید. یگان نفر کافر دوست انتخاب نکنید. خصوصا این سخن امروز به جوانها است، به جوان دختران و به جوان پسران که در ملت‌های کفر می آیند و زندگی میکنند. احتیاط باشید ای جوانان، به خودتون دوستی انتخاب نکنید. یک نفر از کافر خوب است، به آداب است، به اخلاق است، دوست نگیرید. یک نفر پسر رو به خود دوستی نگیرید. در ورزشگاه دوست شدم، در شناوری دوست شدم، در این و آن دوست شدم، دوستی به خود انتخاب نکنید. بدانید که اونها در قلبشون شما را بد میبینند، چرا که شما یکتا پرست هستید. ودوا قد بدت البغضاء من افواههم. پس اونها بدبینیشون نسبت اهل توحید وجود دارد، هم در سخنهایشون هم در قلبهایشون. هر یک کافر اهل اسلام را میخواهد که به کفرش گردید و این نقشه کفار است. پس بارک الله فیکم. این آیات ها همش دلالت میکند که به اهل کفر که محارب است این عملها انجام داده شود و به اهل کفری که یهود و نصارا باشد، در درون دولت مسلمانی باشد، هم باید بغض و عداوت وجود داشته باشد به خاطر اینکه مشرک است. اما بعضی نیکی کردن به این نمود اهل کتاب که در دولت اسلامی زندگی میکنند جایز است اگر باشد، که گفتیم امروز وجود ندارد. پس جوان مسلمان باید هوشیار باشد. بارك الله فيكم وحياكم الله بياكم.